دوستان عزیز، مهمانان گرامی، من به نزد خودم مادری داماد را دعوت میکنم. میخواهم یک چند سخن درباره همین قهرمان مادر گویم، خطا نمیکنم، داشته باشم. مادر عزیز، جانم مادر، حضور جانم مادر، آبادی و شمع خاندانم مادر، کفر نبود نزد خدای عالم، هنگام نمازم بر زبانم مادر، جان و دل من فدای مادر، قربان ترانه های مادر، هرگز زیادی من نرفته است شعر سخن و صدای مادر. ایا مادر، بهشت من توی تو، کتب سرنوشت من توی تو، بنای در سخن که ساختم من، نخستین پای خشت آن توی تو. مادر عزیز، سر اول میخواهم من شما را مبارک باد گویم. البته من در اول شما را قهرمان مادر گفتم، این به اساس نیست. شما توانستید فرزندان خود را با زحمت به نهایت بزرگ به این روز رسانید. گذشتن همه زحمت شما، گذشتن همه روزهای سختی شما. امروز روز خوشبختی شما است. امروز روزی است که شما کام دل میبرارید و افتخار انمی مادری بزرگ. خواهش میکنم یک کف کبی سلیمانی تاجیکه. قربان شما، قربان شما. شما را توی فرزند رسمی اجدادی مبارک باد. با یاران لذت شادی و خرسندی مبارک باد. کنون فرزندتا را میبرد قسمت به پاکی ها که راه پاکی باشد، راه آبادی مبارک باد. همه خواهم که فرزند شما صاحب هنر گردد، و هر جا رفت صاحب اعتبار و تاج سر گردد، درخت آبرو و اعتبارش پر ثمر گردد، اگر خاک سیاه بر دست خود بگرفت زر گردد. مادر عزیز، بار دیگر مبارک شود. داماد به نهایت عزیز و مهربان، امروز که با یک دلی پر از مهر، با یک صمیمیت زیاد به رخساره مادر نگاه میکنی، من به تو مراجعت کرده میگویم که خود مراجعت کرده میگویم که باید به قدر مادر رسی. خواهی انسان باشه ای جان، قدر مادر را بدان. بیشتر از قدر بالاست، قدر مادر را بدان. او حیات بخشیده بر تو، عمر خود را دیده بر تو، عمر خود ضایع مگردان. قدر مادر را بدان. بهر ما یک کف دعایش، از نگاه پرشفایش مشکلت میگردد آسان. قدر در دست مادر، بعد همه کسا رقص میکنه. برم یادی داری مباری ای مادرم جان مادرم، این حالتی افغانی من، ای مادرم جان مادرم، این حالتی افغانی من، ای مادرم جان مادرم، رفتی و بعدی رفتنم، شخصی نشد غمخواری من، ای مادرم جان مادرم، شخصی نشد غمخواری من، ای مادرم جان مادرم. ای مادرم جان مادرم،
بود باشد یاری مرا